فرقه‌ای که تاریخ او را با نام حشاشین می‌شناسد. اما چرا چنین نامی؟ و سرانجام این گروه مخفچه شد. چرا حشاشین؟ دشمنانشان به ویژه صلیبی‌ها و مورخان اروپایی برای بی‌اعتبار کردنشان واژه حشش را به کار بردند. روایت مشهور میگوید فداییان حسن صباح پیش از مأموریت با مصرف حشیش به حالت بی‌پروایی می‌رسیدند و آماده مرگ می‌شدند. فداییان آلموت با ترورهای هدفمند از خواجه نظام الملک تا فرماندهان سلجوقی لرزه بر اندام قدرت‌های زمانه انداختند. آنها در میان مردم به افسانه بدل شدند، گروهی که بی هیچ ترسی جان می‌دادند. اما پس از مرگ حسن صباح در سال 518 هجری قمری جانشینانش نتونستند همان اقتدار را حفظ کنند. در قرن 13 حملات مقبول ضربه نهایی را وارد کرده قلعه آلموت سقوط کرد و فرقه حشاشین به تاریخ پیوست. حسن صباح و حشاشین